باب 17. به شما لیمو دهند آن را به لیمو آب شیرین تبدیل دهید. هنگام کار در بالای این کتاب باره به دارالفنون چیکاگو رفتم و با رکتوری آن رابرت مینارد خطچین صحبت کردم. از او پرسیدم که تشویش و هیجان را چه طور پشت سر می کند. جواب داد: من همه وقت کوشش می کنم از روی مصلحت جی لوئیس روزنوالد، پرزیدنت فیرمای سیرس رابیک اند کمپانی، وقتی به شما لیمو می دهند آن را به لیمو آب شیرین تبدیل دهید عمل کنم. عیناً همین خیل رفتار داشت پداگوگ مشهور، شخصی ابله دیگر خیل رفتار می کرد. اگر بیند که حیات به او لیمو داده است، خود را از دست داده می گوید: مرا نابرابری پیش آمده است، دیگر یگان علاج ندارم. و از زندگی شکایت کردن رحم دیگران را نسبت خود بیدار کردن می گیرد. اما وقتی قسمت به آدمی عاقل لیمو می دهد، او می اندیشد: از این نابرابری چی سبق گرفتن ممکن است؟ وضعیت را چطور می توان به کرد؟ این لیمو را چگونه می توان به لیمو آب شیرین تبدیل داد؟ روانشناس معروف آدولف آدلر که تمام حیاتش را به آموزش نیروی داخلی آدم بخشیده است، اعلام می دارد که یکی از خصوصیت‌های غیر عادی انسان این مهارت همه این منفیت‌ها را به مثبت تبدیل دادن اوست. حالا به شما قصه عجایب و مراق آور یک زن شناسم را حکایه می کنم که عیناً همین خیل رفتار کرده بود. او تلما تومپسون نام دارد. در آوان جنگ حکایه کرد: او شوهری مرا به لاگر حربی تعلیمی نزدیکی بیابان موخاوه شتات نیو مکسیکو به کار فرستانیدند. من هم با او رفتم و از روزی نخستین این موضع را بد دیده خود را خیلی بدبخت حس می کردم. گاه شوهرم را به خودی بیابان موخاوه به مشقای تعلیمی می فرستانیدند و من در خانچه خردککمان طاقه و تنها می ماندم. گرمی طاقت فرسا بود. حرارت در سایه 125 درجه فارنهایت را تشکیل می داد. در گرد و اطراف یگان جانی زنده نبود که اقلاً گپ بکنی. اینجا فقط مکسیکویان و هندوها زندگی می کردند که با انگلیسی حرف نمی زدند. شمال گرم به ایست وزیدن داشت و دهان و بینی کس را پوری قم می کرد. احوالم تا رفت بد می شد. خود را هر لحظه بیشتر بدبخت حس می کردم و عاقبت به پدر و مادرم مکتوب نوشته اظهار داشتم که دیگر قوت و درمان اینجا ایستادن ندارم و بر می گردم. پدرم به من جوابی فرستاد که همگی از 2 سطر عبارت بود. 2 شخص از داخلی پنجره محبس می نگریستند به بیرون. یکی افلاسی را می دید و دیگر ستاره ها را. این سطرها را گشته و برگشته خواندم و خود از خود شرم داشتم و بعد این قرار دادم که باید از این حالتم یگان چیزی خوب یابم. قرار دادم ستاره ها را بینم. دیری نگذشته با اهالی محلی انس گرفتم و مناسبت آنها نیز به من خوب شد. وقتی به گزوار و ظرفای سفالین آنها مراق ظاهر نمودم، آنها بهترین محصولات خود را که حتی به سیاحان نمی فروختند به من می بخشیدند. نمودهای گوناگونی کاکتوس‌ها را می آموختم. طلوع و غروب آفتاب بیابان را تماشا می کردم. گوشمایه‌های بحری را که میلیون‌ها سال مقدم همراه قم‌ها از قعر اوکیان بیرون شده اند جمع می آوردم. این تغییرات کلی در من از چی به وجود آمد؟ معلوم خیابان موخاوه یگان تغییر نیافت. هندوها نیز همان طور ماندند که بودند. معلوم که فقط من خودم تغییر یافتم. اندیشرانیم را تغییر دادم و با این وسیله عذاب و غصه مضبوطم را به سرگذشت عجایب و غرایب مبدل ساختم. برایم دنیای نوی کشف گشت که آن مرا هم به هیجان و هم به الهام می آورد. از این تأثیراتم که خیلی جالب بودند با نام استحکام‌های درخشان رمان نوشتم. انا همین طریق من از محبس خود ستاره ها را دیدم. به گمان من تلما تومپسون برای خود حقیقت قدیمی را کشف کرد که در یونان باستان 500 سال پیش از سالشماری ما معلوم بود و تعلیم داده می شد. ساختن اشیای بهترین از همه دشوار است. با گاری امرسون فوستی در قرن 20 این را به طرز نو تکرار کرد. خوشبختی این قناعتمندی نه، بلکه این غلبه است. بله غلبه.
غلبه‌ای که چون نتیجه پسی سر کردن دشواری‌ها چون افضلیتی به لیمو آب شیرین تبدیل دادن لیمو به دست می آید. روز در فلوریدا من مهمان فرمری خوشبختی بودم که حتی لیموهای زهرناک را هم به لیمو آب شیرین تبدیل داده است. روزهای اول وقتی او این فرم را خرید خیلی مایوس شد. زمین اینجا خیلی کم حاصل بود. اینجا و امکان پرورش میوه و نه شرایط رونق چارواداری وجود نداشت. بیش از آن از بلوطهای بوتکی عبارت بود. گرد و اطراف پر از مارهای زهرناک. خیلی اندیشید و به سر او فکری عجایبی آمد. چی می شود وقتی همین منفی ها را به مثبت تبدیل دهیم؟ چرا از مارهای زهرگین فایده نرویانیم و به کانسرو کردن مارهای زهرناک سر کرد؟ چند سال پیش طوری گفتم من به این فرم آمده بودم و دیدم که چی طور سیاحان گروه به اینجا می آیند. کار و بار این آدم در رونق و رواج بود. زهری که از دندان ماران گرفته می شدند به لابراتوری‌های طبی پوستشان برای تیار کردن پایافزال و سمکه ها و کانسروهایشان به تمام عالم فرستانیده می شدند. من که تمام امریکا را چرخ زدم، صدها زنان و مردان را واخوردم که لیموهای تلخ قسمت را به لیمو آب شیرین تبدیل داده اند. ویلیام بلیتا این عقیده را چنین شرح داده است: در حیات چیزی از همه اساسی آن نیست که موفقیت‌های خود را پرثمر استفاده بریم. هر ابله این کار را کرده می تواند. مهم آن است که از هر تلافت و نابرابری فایده رویانیم. این باشد عقل را طلب می کند و فرقیتی بین آدمی با عقل و ابله نیز در همین ظاهر می گردد. بالیتا این سخنش را وقتی گفت که در صدمه راه آهن پایش را گم کرده بود. غیر از این من باز آدمی را می دانم که هر دو پایش را بای داده خوب زندگی کرده بود. او بن فورتسون نام داشت و ما در لیفت یکی از مهمانخانه های اتلانتا تصادف واخوردیم. وقتی وارد لیفت شدم، آدمی که با تبسم جذاب روی عرابچه یک کنجک لیفت می نشست دقتی مرا به خود کشید. هنگام به آشیانه به او در کاری رسیدیم خواهش کرد یک طرفه ایستم تا او عرابچه‌اش را رانده بیرون براید. می بخشید که غم دادم، گفت او. همانطور خوشوقت تبسم کرد. از لیفت برآمده به اتاقم رفتم، ولی چهره فروزان و درخشان او از پیش نظرم هیچ دور نشد. خودی روز دیگر او را یافتم و خواهش کردم سرگذشتش را حکایه کند. سال 1929 آغاز کرد او. به حکایش در صدمه اتومبیلی ستون مهرم ضرر دید و هر دو پایم از کار ماند. من آن وقت 24 سال داشتم. همین طریق معلوم گشت که او در 24 سالگی محکوم یک عمری عرابچه معیوبی گشته است. پرسیدم که چی طور توانسته است که این همه را مردانوار پشت سر کند. سر اول هیچ به تقدیر تن دادن نمی خواسته است. غم و غصه می خورده است و از قسمتی بد نالیش می کرده است. ولی سالها گذشتند و عاقبت فهمیده است که از غم و غصه خوردن حالش بد می شود و بهنه. از این حتی سنگدل و دغل می گردد. عاقبت به قدری مهربانی و مناسبتی نیک آدمان رسیدم، گفت او، و قرار دادم که چیزی از همه کمی که از دستم می آید به آنها مهربانی و معامله خوب کردن است. از او پرسیدم که بعد سپری شدن این قدر سالها مگر حاضر هم بر آن عقیده است که حادثه‌ای به او روی داده فاجعه دهشتناک است؟ نه، در رد جواب داد او. حاضر من حتی قریب خرسندم که چنین حادثه روی داد و حکایه کرد که بعدی پشت سر کردن این عذاب و دشواری ها به نظرش نموده است که در دنیای دیگری زندگی دارد. به کتاب دل بست. طول 14 سال زیاده از 1400 کتاب خواند و از آنها در پیش نظرش افقهای نو نمایان گشته حیاتش معنا و مضمون دیگر پیدا کرد. اکنون موسیقی را میفهمیدگی شد. از سیمفونی هایی که پیش عموما نمیفهمید اکنون به وجد می آمد. ولی تغییراتی از هم اساسی آن بود که اکنون وقتی اندیشرانی داشت. اکنون می توانستم اندیشرانی نمایم و به معنای اصلی حیات صرفم روم، گفت او. اکنون فهمیدم که آن جهل و تلاش‌های پیشینه من اساساً بیفایده بودند. توسط آموزش او به سیاست رغبت پیدا کرد. پرابلم‌های جمعیت را آموخت و روی عرابچه‌اش نشسته در جلسه ها سخنرانی کرد. به تدریج او با آدمان زیادی شناس شد و او را نیز بسیاری ها شناختند. حالا بن فورتسون کاتب شتات جورجیا است. طول 25 سال آخر من رهبری کرسی کلان سالان نیویورکم.
در این مدت حس کردم که بسیاری ها افسوس می‌خوردند که در کالج تحصیل نکرده معلومات نگرفتند. از افتش آنها گمان میکنند که معلومات عالی نداشتن پیش راهشان را میگیرد، ولی من عمیق میدانم که این خیل نیست. با بسیار آدمان وا خوردن ممکن است که با معلومات میانه هم در حیات به موفقیت‌های کلان نائل گردیدند. از این رو به شنوندگان تاریخ حیات یک آدم را که او را خودم شخصا میشناختم حکایه میکنم. او تنها مکتب ابتدایی را تمام کرده بود و در محیطی خیلی قشاقانه بابایی رسید، تا آن درجه که وقتی پدرش وفات کرد حق و همسایه ها پول جمع کرده برایش تابوت خریده بودند. بعد وقتی پدرش مادر این آدم در فابریکه که چتر استیصال می نمود به کار درآمد. 10 ساعت کار میکرد و باز کاری خانگی میگرفت و شب تا ساعتهای 11 زحمت میکشید. خودی او باشد در این محیط تربیه یافته بود، به صنعت رغبت پیدا نمود. در صحنه بازی کردن او را چنان به خود جلب نمود که به این خاطر از پی آموزش صنعت نطق شد. این باشد در نوبت خود وی را به سیاست نزدیک نمود و در 30 سالگیش او را لگیسلاتور شتات نیویورک انتخاب نمودند، ولی متاسفانه او به چنین مسئولیت تماما آماده نبود. حتی خودش هم اقرار است که به این درست طرفم نمی رفت. او قانون و قرارهای دور و دراز و مرکب را که برای تصدیق آنها آواز دادن لازم بود می آموخت، ولی این همه برایش چنان نامفهوم بودند که گویا با زبان قبله های هندو و چاکتو نوشته شده باشند. دیرتر وقتی او هنوز جنگل را درست ندیده بود، او را اعضای کمیته کارهای جنگل انتخاب نمودند. حالا هنوز در بانک حساب نگشاده اعضای کمیسی بانکی انتخابش نمودند و از این به واهمه افتاد. او به من حکایه کرد که تیار بود کار را بس کند، ولی به خاطر مادرش به فعالیت ادامه میداد. از ناعلاجی لازمش آمد هر شبانه روز 16 ساعت کار کند تا لیموی جهالت خود را به لیمو آب شیرین معرفت تبدیل دهد. در نتیجه از سیاستمدار سطح محلی به شخصیتی سطح ملی تبدیل یافت و چنان معلوم و مشهور گشت که روزنامه نیویورک تایمز بار او را محبوب ترین ساکن نیویورک نامید. من ال سمیت را در نظر دارم. 10 سال بعد از آنکه که ال سمیت نقشه خودآموزی سیاسی خود را اجرا کرد، در مأموریت شتات نیویورک به معروفترین شخص تبدیل یافت. او 4 کرات گوبرناتور شتات نیویورک انتخاب شد که چنین موفقیت تا حال به کسی نصیب نگشته است. سال 1929 ال سمیت از حزب دموکرات نامزد به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بود. 6 دانشکده مشهور ایالات متحده آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیا و هاروارد با این آدمی که همگی معلومات ابتدایی دارد عنوانهای فخری علمی داده است. ال سمیت به من حکایه کرد که این همه نتیجه های مهنتی متصل و قوی بود. اگر او هر شبانه روز 16 ساعت کار نمی کرد هیچگاه به این نائل نمی شد. عموما وقتی من حیات آدمانی به این و یا آن موفقیت نائل شده را هر قدر بیشتر می آموزم، زیادتر باوری حاصل می کنم که اکثریت آنها در ابتدا حتما به دشواری روبرو شده اند. انا همین دشواری آنها را مجبور می کند که قوی به انتهای صرف کرده عاقبت پاداش خوب بگیرند. طور ویلیام جیمز گفته است عامل‌های منفیمان غیر چشم داشت کمکمان می کنند. تعیین و انیق است که میلتون برای آن شعرهای صمیمی و عالی جناب می نوشت که نابینا بود و بتهوون موسیقی عالی جناب ایجاد می کرد که نمی شنوید. موفقیت بی‌نظیر ایلان کالر وابسته به نابینا و ناشنواییش بود. اگر من چنین معیوب و ناامید نمی شدم، می نویسد او، که کانسپسی نوی حیات در روی زمین را نوشته است. چنین مهنتی وزین را به عهده نمی گرفتم و به چنین موفقیت هم نائل نمی شدم. همین طریق چارلز داروین نیز قائل شده است که کمبودی‌هایش به او کمک کرده اند. همان روزی که در انگلیس چارلز داروین تولد شد، در یکی از کلبه‌های چوبینی بیشزاری کتوکی کودکی به دنیا آمد که با او نیز دشواری‌های حیات کمکی کلان رسانیده اند. او لینکلن بود، ابراهام لینکلن. اگر او در عائله اریستوکرات تربیت یافته سپس فکلته خوشناسی را ختم نمود و اگر او در عائله خوشبخت به پایان می رسید، شاید در قعر دلش سخنانی در گیتیسبرگ مناقش گشته جا نمی شدند.
و داستان مقدس نجیباترین سخنانی را که تا این وقت یگان جلالت مآب به زیردستانش نگفته بود، هنگام دویم بار پریزن انتخاب شدنش به زبانش نمی آورد. به هیچ کس عداوت و کینه نگرفته، به همه با مهربانی مراجعت می کنم. گری امرسون فاستیک در کتاب خود مهارت درک مقصد می نویسد: یک حکمت اسکاندیناوی است که باید همه آن را شعار عمر خود قرار بدهیم. ویکینگ ها به شمال های سرد شمال پیدا شدند. در گوجا ما دیدیم که حیات آرامانه، شرایط خوب و گوارا و نبودن دشواری ها امکان می دهد که آدمان خوشوقت و خوشبخت باشند. برعکس آنهایی که به آه و واه عادت کرده اند روی بالین نرم هم باشند، این عمل خود را ادامه می دهند. از تاریخ هم معلوم است آدم ناوابسته به شرایط همان وقت مشهور و خوشبخت می شود که مسئولیت شخصی حس کند. باز تکرار می کنم، ویکینگ ها از شمال های سرد شمال پیدا شده اند. فرض کردیم شما آنقدر مایوسید که تمام امیدتان را در بابت به لیمو آب شیرین تبدیل دادن لیموی دستتان کنده اید. در این حالت دو سبب را به شما نامبر می کنم که امکان است به موفقیت نائل شده چیزی را از دست ندهید. سبب اول، شما امکان به دست آوردن موفقیت را دارید. سبب ثانی، حتی اگر ما فرصت را از دست داده باشیم هم کوشش منفی ها را به مثبت تبدیل دادن ما را مجبور می سازد به پیش نگریم. نه از آنچه که روی داده است مایوس و محزون شویم. اندیشه های مغشوش ما را دور رانده نیروی ایجادکارانه من را زیاد می سازد. با این چنان بند می شویم که نه وقت و نه تمایل غصه خوردن می یابیم. بار هنگام غیرک نواز مشهور دنیا آل بول در پاریس کنسرت می داد. ناگهان یک تار اسبابش کنده شد، ولی او خود را گم نکرده با 3 تار آهنگ را به آخر رساند. حیات همین خیل است می گوید گری امرسون فاستیک. وقتی یکی از تارهایش کنده می شود، ما را مجبور می سازد آهنگ را با 3 تاری باقی مانده به آخر رسانیم. تنها حیات این خیل نیست، این از حیات بیشتر است. این حیات غالب آینده می باشد. اگر امکان می داشتم من این سخنان ویلیام بولیتا را در نقره منقش نموده در همه دبیرستان‌های کشور در جای نمایان می آویختم. در حیات چیزی از همه اساسی آن نیست که از موفقیت ها پرثمر استفاده بریم. مهم آن است که از هر تلف و نابرابری فایده رویانیم. این باشد عقل را طلب می کند و فرق بین آدمی با عقل و ابله نیز در همین ظاهر می شود. اینک برای آن که به حیات مناسبت ظاهر سازیم که به ما آرامش روحی و خوشبختی بیارد، کوشش میکنیم قاعده های ششم را رعایت کنیم. وقتی تقدیر به شما لیمو میدهد، کوشش کنید آن را به لیمو آب شیرین تبدیل دهید.